برای قرینه سازی ناف که خیلی از من سوال میکنن، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که شکممون رو از وسط به دو نصف تقسیم کنیم. حالا ببینید یه سری ناف‌ها هستن اینجوری راحت صاف قشنگ مشخصه که قسمت بالای ناف کجاست، زیر شکم کجاست و میشه نصفش کرد. اما باید در نظر داشته باشید که خود این قسمت بالای نافتون به کدوم سمت کجه، اون رو باید خط دیدش رو هم برطرف کنید. ولی در حالت عادی شکمی که صافه و ناف مشخصه، اول وسط شکم رو مشخص میکنید، بعد نسبت به سایز پرسینگی که دارید یه مقدار این پرسینگ باید از خود ناف فاصله داشته باشه و اینکه کامل از بالا اینجوری نباشه که کل پرسینگ رو علامت بزنید. من کاری که میکنم دستی، انقدری که شکم پوستش داخل دست بیاد، نه خیلی نزدیک به لبه پوست که ریجکت بشه، نه خیلی داخل پوست که سمت عضلات بره. همین مقدار حتی دستی هم اگر بخواین اندازه بگیریم، یه مقدار از پایین و بالای خود پرسینگ نافتون باید فاصله داشته باشه. یه قلقی که حالا من خودم به هنرجوها میگم، این خط اصلی که مشخص میکنید یه مید بالاترش رو یه خط افقی بزنید، یه مید بالاترش رو یه خط افقی دیگه بزنید که اگر آنژوکتتون از این قسمت خارج نشد، داخل شکم صفر بود، بین این قسمت ها از هر جا که آنژوکت مطابق با این خط عمودی اولیه بیرون بیاد، پرسینگتون هم صاف باشه، همین که تنگ نباشه برای اول کار.